سلام به همه شما عزیزان، امیدوارم که حالتون خوب باشه. امروز میخوایم راجع به راههای پیشگیری و درمان پروستات با هم صحبت کنیم. اما قبل از اینکه بریم سراغ ویدیو، اگر تازه با کانال ما آشنا شدید، حتما کانال ما رو سابسکرایب کنید و دکمه زنگوله رو تپ کنید تا از ویدیوهای بعدی ما سر فرصت با خبر بشید و هیچ کدوم از اونها رو از دست ندید. تمامی محتوای این ویدیو از منبع‌ها و سایت‌های معتبر خارجی گرفته شده و توسط متخصصین ارائه و ترجمه شده تا در اختیار شما عزیزان قرار بگیره. پس با ما تا آخر این ویدیو همراه باشید و از اطلاعات این ویدیو استفاده کنید. پروستات یا هایپرپلازی خوشخیم که سبب بزرگ شدن غده پروستات می شود، مشکلات زیادی از جمله اختلال در دفع ادرار برای بیمار به وجود می آورد. هایپرپلازی یا پروستات ناشی از تغییرات در میزان هورمون ها می باشد که البته بخشی از آن طبیعی و مربوط به روند پیری بوده و بخشی دیگر تشکیل دهنده این بیماری می باشد. یک آزمایش شامل 43083 مرد رابطه‌ای بین فعالیت بدنی و التهاب خوشخیم پروستات را مورد بررسی قرار داد. نتایج حاکی از آن است که مردانی که فعالیت بدنی متوسط یا جدی دارند، در مقایسه با افراد کم تحرک برای طولانی مدت، احتمال کمتری برای ابتلا به بزرگی خوشخیم پروستات دارند. همچنین مشخص شد مردانی که در هفته 5 ساعت یا بیشتر ورزش می‌کنند، 30 تا 50% کمتر از مردانی که در هفته کمتر از 2 ساعت ورزش و فعالیت بدنی می‌کنند، احتمال ابتلا به این بیماری را داشتند. اما مهمتر از همه، مردانی که بالاترین سطح فعالیت بدنی و تفریح را داشتند، 60% کمتر احتمال ابتلا به این بیماری را داشتند. پس از این آگاهی از این نکته ضروری است که بزرگی پروستات با سندرم متابولیک ارتباط قوی دارد. سندرم متابولیک شامل چاقی شکمی، افزایش قند خون و تریگلیسیرید، کاهش کلسترول لیپوپروتئین با چگالی بالا یا همان HDL و فشار خون بالا می باشد. سندرم متابولیک IGF-1 و التهاب را افزایش می‌دهد که ممکن است منجر به رشد پروستات شود. چاقی عنصر اصلی سندرم متابولیک است و به شدت با التهاب پروستات خوشخیم در ارتباط است. ایجاد تغییر در شیوه زندگی از طریق رژیم غذایی و ورزش می‌تواند خطر ابتلا به پروستات بزرگ شده را به میزان قابل توجهی کاهش دهد. به عنوان مثال، در مطالعه دیگر مردان تحت معاینه پروستات و اندازه‌گیری وزن قرار گرفتند. بین افزایش شاخص توده‌ای بدنی و افزایش حجم پروستات همبستگی وجود دارد. سطح قند خون ناشتا و دیابت نیز با بزرگ شدن پروستات مرتبط بود. مطالعات نشان دادند که کاهش وزن می‌تواند عملکرد ادرار را در مردان چاق بهبود بخشد. آزمایشات بالینی بیشتری برای تعیین اثرات مستقیم ورزش بر اندازه پروستات لازم است. اما مشخص است که ورزش منظم خطر ابتلا به هایپرپلازی خوشخیم پروستات یا همان التهاب را کاهش می‌دهد. ورزش کگل برای پروستات. تمرینات کگل برای قبل و بعد زایمان خانم‌ها بسیار محبوب هستند. با این حال اگر فکر می‌کنید تمرینات کگل مخصوص خانم‌هاست، اشتباه می‌کنید. فواید زیادی از این تمرینات برای مردان شناخته شده است. اما قبل از شروع تمرینات کگل، باید در مورد فواید آن بیاموزید و بدانید که چگونه این کار را به روش صحیح انجام دهید. تمرینات کگل به طور خاص برای تقویت ماهیچه‌های لگن طراحی شده‌اند. این عضلات اطمینان حاصل می‌کنند که مثانه، روده بزرگ و همچنین روده‌های کوچک در جای خود قرار دارند. هنگامی که این عضلات ضعیف شوند، احتمال بی‌اختیاری ادرار و مدفوع ممکن است افزایش یابد. همچنین این تمرینات یک درمان غیر تهاجمی برای مردان دارای ناتوانی جنسی یا نوئوز میباشد. تمرینات کگل آسان هستند و شما میتوانید آنها را در هر زمان و هر مکان انجام دهید. ورزش و تمرینات کگل دارای فواید سلامتی بسیاری برای آقایان، به خصوص در مورد سلامت پروستات آنها میباشند. غده پروستات را میتوان در زیر مثانه اطراف مجرای ادرار پیدا کرد. مجرای ادرار لوله‌ای است که ادرار را از طریق آلت تناسلی مردانه از بدن خارج می‌کند. در حین درمان پروستات، عضلات اطراف پروستات می‌توانند ضعیف شوند و در نتیجه نشت ادرار و حتی بی‌اختیاری ادرار ایجاد می‌شود. با انجام ورزش و تقویت قدرت عضلات پروستات و لگن، از مزایای بسیاری بهره مند می‌شوید. چگونه ورزش کگل را انجام دهیم؟ پس از آشنایی با چگونگی انجام تمرینات کگل را 3 مرتبه در روز انجام دهید. اطمینان حاصل کنید که مثانه شما خالی است، سپس بنشینید یا دراز بکشید. عضلات کف لگن را منقبض کنید، در همین حالت بمانید و تا عدد 8 بشمارید. عضلات را رها کنید و تا عدد 10 بشمارید. تمرینات کگل را 3 مرتبه در روز، صبح، بعد از ظهر و شب و هر مرتبه 10 بار انجام دهید.
زمانی که در حال انجام ورزش کگل هستید، نفس عمیق بکشید و بدن را در حالت استراحت نگه دارید. اطمینان حاصل کنید که شما در حال انقباض عضلات شکم، ران، باسن یا قفسه سینه نیستید. پس از 4 تا 6 هفته شما باید احساس بهتری داشته و علائم کمتری را تجربه کنید. تمرینات را ادامه دهید، اما تعداد تمرینات را افزایش ندهید. انجام بیش از حد تمرینات کگل می تواند منجر به کشش بیش از حد عضلات در هنگام ادرار یا حرکت روده شما شود. ورزش‌های مقاومتی یا تمرین‌های قدرتی نیز می توانند نقش اساسی در حفظ سلامت پروستات داشته باشند. این تمرین‌ها به افزایش توده عضلانی و کاهش وزن اضافی بدن کمک می‌کنند که به نوبه خود ممکن است به کاهش خطر ابتلا به سرطان پروستات نیز کمک کنند. انواع تمرینات قدرتی شامل تمرینات وزنه‌برداری می‌باشد. با این حال باید توجه داشت که کرانچ شکمی ممکن است بی اختیاری ادرار ناشی از استرس را تشدید کند. مطالعات نشان دادند که خطر ابتلا به سرطان پروستات در مردانی که به طور منظم ورزش می‌کنند کمتر است. تحقیقات انجام شده حاکی از آن است که حدوداً 3 ساعت ورزش شدید در هفته ممکن است طول عمر افراد مبتلا به سرطان پروستات را به میزان قابل توجهی بهبود بخشد. به علاوه درمان سرطان پروستات مانند هورمون درمانی میتواند به بدن شما آسیب برساند و منجر به پوکی استخوان و از دست رفتن حجم عضلات شود. ورزش‌های مقاومتی میتوانند به طور مؤثری با این عوارض جانبی درمان مقابله کنند. تمرینات هوازی. ورزش‌های هوازی به تمرین‌های مداومی که باعث سخت کار کردن قلب و ریه‌ها مانند دوچرخه سواری، شنا یا حتی فقط قدم زدن با سرعت سریع میگویند. شما باید ضربان قلب خود را به حداقل 85% از حد اکثر برسانید. حد اکثر ضربان قلب با افزایش سن کاهش می‌یابد. بنابراین در مورد یک مرد 65 ساله این تعداد حدوداً 135 ضربه در دقیقه یا 2 برابر ضربان قلب در حالت استراحت می‌شود. پزشکان توصیه می‌کنند که مردان باید دستورالعمل‌های کلی فعالیت وزارت بهداشت را رعایت کنند. این دستورالعمل‌ها نشان می‌دهند که همه بزرگسالان باید حداقل یکی از این موارد را هدف قرار دهند. هر هفته 2 ساعت فعالیت متوسط، 75 دقیقه فعالیت شدید در طول هفته، ترکیبی از فعالیت متوسط و فشرده و ورزش و تمارین هوازی برای بهبود پروستات. درمان پروستات با ورزش یوگا چگونه امکان دارد؟ یک مطالعه در سال 2006 نشان داد که ورزش می‌تواند در کاهش خطر ابتلا به BPH کمک کند. انجام ورزش‌های مانند یوگا در پیشگیری از بروز این بیماری بسیار دخیل هستند. به کمک یوگا عضلات کف لگن تقویت می‌شود و قدرت عضلانی افزایش پیدا می‌کند. تقویت عضلات کف لگن و کاهش تنش موجود در لگن می‌تواند به بهبود کنترل مثانه کمک کند و ادرار کردن را بسیار آسان گرداند. همچنین با کمک یوگا استرس کاهش پیدا کرده و علائم BPH به مرور زمان کم می‌شود. برای درمان پروستات با ورزش یوگا، حالتهای مختلف یوگا یا آسانه‌های مناسب جهت تقویت لگن در درمان BPH مؤثر هستند. خیلی ممنون که تا اینجای ویدیو با ما همراه بودید. امیدوارم که از این ویدیو اطلاعات مفیدی رو کسب کرده باشید. اگر اینطور بوده، حتما اون رو برای دوستانتون به اشتراک بگذارید تا اونا هم از این اطلاعات استفاده کنن. یادتون نره اگر انتقاد یا پیشنهادی دارید میتونید از طریق کامنت ها با ما در میون بگذارید. پس طبق معمول تا یه ویدیوی دیگه شما رو به خدای بزرگ میسپارم. خدا یار و نگهدارتون.